ازبکستان امید دارد که شامل شوی مسابقه کرش به بازی‌های آسیا به رشد این نوع گوشتی مشهور در سراسر عالم یاری خواهد رساند. چند پیش در شهر خیوه ازبکستان بار اول فستیوال فرهنگ و ورزش ملی دایر شد. در این چهاربینی 5 روزه صدها ورزشگر از 40 کشور عالم در نمودهای گوناگون هنر و ورزش ملی از جمله کرش گوشتی معروف در ازبکستان سبقت کردند. ضمناً مسابقه کرش برای اولین بار در بازی‌های 19 آسیا که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در گوانژو و 5 شهر دیگر چین برگزار می‌گردند شامل شده است. خوشنود حاجیوف رئیس فدراسیون کرش خیوه میگوید گوشتی کرش تاریخ 3,500 ساله دارد ولی تنها در سال 2007 در سطح بین المللی اعتراف شده است. کرش نمود باستانی گوشتی در ازبکستان است که از طرف پهلوان محمود خوارزمی مشهور شده است. امروز رشد کرش با فرمان پرزیدنت کشور عملی می شود که هدف آن شامل شدن کرش به بازی‌های المپی سال 2028 می باشد. در یک حربه کرش دو پهلوان از کمربند همدیگر گرفته کوشش میکنند که یک دیگر را به تخت پشت به زمین زند. من اساساً برای سلامتی مشق میکنم و میخواهم در آینده قهرمان میدان باشم. مربیانم هم مرا احترام میکنند. حالدانها باور دارند که امتوف یکی از ورزشکاران آینده‌دار ازبکستان بوده مثل جوانان دیگر در رشد این نمود باستانی گوشتی سهمگیر است.